سلام، از من خسته. از این صدا چجوری داریم چون اتاقم گرم بود. بعد پنجره رو باز گذاشتم. بذارین چک کنم بیام. بد نبود ولی خب گفتم صدا بهتر بشنوی بستمش. بعد دانشگاه برگشتم. اولین روز بعد از 16 روز بیشتر 16 روز تعطیلی رو بهتون تسلیت عرض کنم چون به خودم خوش نگذشت. 2 کلاس داشتم، مقاومت مساله و تحلیل سازه. بعد الان پورم، رسیدم خونه. خلاصه لباسام عوض کنیم، بیام یه چیزی بخورم، سریال ببینیم. سلام علیکم، چطورین؟ امروز دوم ولاگه. من صبح وقت لیزر داشتم رفتم اونجا، بعد یه ذره کافه نشستم و دیگه الان برگشتم خونه. تصمیم گرفتم امسال بیشتر تنها اینجور جاها برم، کلا بیرون برم که یه ذره از اون درونگرا بودنم بیام بیرون. آره، لباسامو دریم ببینیم برنامه‌مون چجوریه. بهترین حالم، بهترین عالم، بهترین دوستم، بهترین راستی همون شدم که خواستی شدی تو سرنوشت تو مرا همه دست داشتن تو مرا بس. بچه من این دفتر خیلی وقت دارم و 1 ساله که شده دفتر ژورنالام و خب حالا یا هر شب یا هر دفعه که دارم اذیت میشم خیلی فکر تو سرمه می نویسم توش. بعضی وقتا 1 صفحه، بعضی وقتا چند خط کمم مونده ازش و سبک میشه اصلا ذهنم. خلاصه که یه دفتر برداریم بنویسین، بعد یه مدت میبینین چرا. It's not even that, you know, it's just, I don't know, I used to do my songs because it made me happy. Now it's like, it's just all about the money, you know. بنده دارم تشریف میبرم باشگاه دیگه. بریم تیر بزنیم.
مگه لباس صورتی شده؟ سلام علیکم. بنده رسیدم خونه. تمرین امروز خوب بود خدا رو شکر. دیگه تقریبا برای 2 ماه این پایین نمیداره سیمیس بودن منم بالا گفتم آره خلاصی که اینجوری برم لباسم هم از کنم فعلا گشنمه. خب بنده کلاسم تموم شد. دوشنبه 8 تا 9 و نیم کلاس دارم، بعد 4 تا 7 بعد از ظهر کلاس دارم. یعنی اصلا میمونه چی بگه. آره امروزم استاد ساعت 8 تا 9 فقط درس داد. خیلی خسته شدیم اصلا. خلاصه که برم خونه. امروز نمیرسم برم باشگاه تیر بزنم، به جاش بدنسازی میکنم دیگه. یه سری زبانینا باید بخونم، بعد مکانیک خاک بعد از ظهر امتحان داریم اونو باید بخونم و ساعت 1 وقت ناخون داریم. بریم خونه ببینیم چی میشه. داشتم فکر میکردم کلاس بعد از ظهرم هم نرم برم تیر بزنم. کویز داریم. فعلا بریم. کنارم هستی و اما دلم تنگ میشه هر لحظه. خودت میدونی عادت که از تنهایی میمیرم، از اینجا تا دم دردم بریخم فکر بود. تو هم مثل من از کارم روزایی که حواسم نیست
بخوریم بریم به بدنسازی برسیم. چقدر آرایش کردن تو سخته. آسمون فلافی هوا بوسیدنی است. طرح میخواستم بزنم نزدم و یه چیز دیگه زدم اصلا. مجنه پارس بانک اون وامه چون وام خرید مسکنه. سلام علیکم، من برگشتم. من خونه رو نشون بدم به این شکل. قرار نبود اینو بزنم، عکسشو میذارم، قرار بود چی بزنم و اصلا دوتا چیز مختلف هم یه رفتم اونجا زدم. بعد کلاس بعد از ظهرم هم نمیرم دانشگاه، به جاش میرم تیر بزنم دیگه، اعتیاده. آره So I figured it out. What? Why Scott doesn't want to. این باشه. پشتمونو میخارونی. والا روغن موتورم بله ایلاک داری میگیره؟ تایم لپس؟ هم داری؟ آخه چی بود؟ انسان بده اسمشون باز شد. بنده خسته اما خوشنود رسیدم خونه. سلام من از آسانسور دوباره. سه‌شنبه روز خوبی نیست.
از ساعت 11 تا 7 شب دانشگاهیم و استاد بعد از ظهرمون تا خود هفتم نگه میداره. از مانومتر استفاده میکنیم. مانومتر یه شکل یو شکلی داره. بالاخره رسیدم خونه. ساعت 11 صبح تا 7 شب. در دانشگاه و کتاب همیشه در صحنه حاضر. سلام علیکم. بنده از دانشگاه برگشتم. وضعیت موهامون زیر مقنعه رو مشاهده میکنیم. بعد میگین چرا مخوره میگیرم. آره امروز از 8 تا 11:30 کلاس داشتم. دیگه خدا رو شکر تموم شد تا شنبه. فردا هم که مسابقه داریم. امروز بریم یه ذره تیر بزنیم بیایم و دیگه استراحت کنیم. اینجوری من اومدم این تقویم رو بهتون نشون بدم. این مال پارسال منه که خیلی دوستش داشتم، خاطر اینکه صفحه رو بیارم براتون. نگاه کن اینجوری بیانیم و اجازه بدم. اینجوری ماه به ماه داشت. بعد زیر این باکس خالی بود. من هر کاری داشتم و می نوشتم. خیلی خوب بود. بعد دیگه صفحه بعدیش چیز نداشت، تاریخ نداشت که من از آخرش شروع کردم چیز نوشتم. آلمانی که دارم میخونم از آخرش استفاده کردم. گفتم دیگه کنیم آلمانی بخونم. حالا جلدش هم در خیلی دفتر خوبی بود، یعنی راضی بودم. بعد امسالم دنبال همچین دفتری گشتم که چیز باشه. اولش همونجوری ماه داشته باشه ولی پیدا نکردم. اینو برداشتم به جاش به خاطر اینکه جلدش خیلی گوگولی بود. و این دیگه تو صفحه هاش نوشتم. اولش این شکلی بود ماهش. نمیتونه زیاد چیزی بنویسی، فقط اینجا اگه تو دور معلوم باشه. آره تاریخ امتحانام مشخص کردم دیگه. همینجوری نوشتم دیگه، مثلا هر روز چی کار کنم و اینا. اما امروز پیداش کردم دوست عزیزم و خیلی خوشحالم. اصلا نمیدونی ذوقمو ببینین چقدره، چون
اینجوری تو قشنگ داری یه ماه تو میبینی، بعد میبینی چه روزای خالیه چه روزای کار داری و اینا، خیلی راحت تر میتونی برنامه بشینی. به خصوص برای منی که چیز دارم، بس دوباره برگردم میگم. داشتم میگفتم برای منی که هم کارهای دانشگاه هست، دانشگاه میرم، همین که مسابقه ها هست، تاریخ مسابقه ها. بعد خب یه میبینی بعضی مسابقه تهران نیست، باید بریم اون شهرها. اینجوری که ببینم ماهمو خیلی برام بهتره. خب خیلی هم اصلا دفتر ژورنال میگیرن، حالا اون تو خودشون میکشن و درست کنم. من یه تایم این کار کردم، هست دفترم هم الان، ولی ننوشتم زیاد توش چون که هی بر اون دفتر رو باز میکردم و اینا ببینم یه ذره سختم میشد، در واقع تنبلی بود بیشتر. به خاطر همین سررسیده اینجوری بهتره. اینم باز مثل همون چیز، مثل همون قبلیه که نشون دادم، صفحاتش تاریخ نداره، صفحات بعدش. و خب هر تاریخی که دوست داری میتونی کنارش بزنی یا اصلا برای یه کار دیگه استفاده کنی که احتمال زیاد اینو یا حالا برای دانشگاه استفاده میکنم یا برای کار دیگه که دارم. یعنی چیزی نیست که بگی الان خب 2 تا تقویم داری اذیت میشی یا گیج میشی و اینا. از این فقط میخوام پلن ما همو ببینم که چجوریه. تو اونم که خب هر روز کارهای اون روزم و کارهای اصلی اون روزم رو واضح مینویسم. تو لیستم هم که خب کارهای روزانه دیگه که انجام میدم. این بود خودم کشیده بودم تو ژورنالم، ولی میبینید چیز خاصی ننوشتم توش. خلاصه که اینم از یه توضیح اینجوری. بریم که وارد کنم چیکار دارم تو ماها. یک عدد ژولیده با یه تیکه فنجان اینجوری بیرونه. سلام علیکم، چطورین؟ بنده از باشگاه برگشتم و فردا مسابقه داریم. امروز زیاد تیر نزدیم دیگه. شبای یعنی کلا روزهای قبل مسابقه زیاد تیر نمیزنیم، در حد اینکه سایت بگیریم و بذاره اونجا هستیم و بچه ها گپ میزنیم. بعد الانم دیگه زیاد کار خاصی نمیکنم، درس که نمیخونم، همه درس ها میخونه برای جمعه. چون فردا از ساعت 9 صبح مسابقه شروع میشه و خب مسابقه همون طول میکشه اکثرا تا ساعت 5-6 دیگه. حالا اونجا هستیم، اگه شد ولاگ میگیرم اونجا، اگه نشدم که فکر کنم دیگه تموم کنم ولاگو، ببینیم چی بشه دیگه. بعد یه ولاگ هم میگیرم از وسیله‌ای که کلا به روز مسابقه. اینم اسکرینچه مایفر. آره الان دیگه احتمال چیل میکنم دیگه. حالا سریال میبینم، کتاب میخونم، در زبانم رو بخونم، اونم میخونم دیگه، میخوابم احتمال زیاد ساعت 11 اینطورم. یک فریم از زندگی، یک موفرفری تاجم افتاد. ما تو زمین مسابقه هستیم. فکر میکنن نخا رو میبندن. یه سری مسابقات انتخابی یه بنده از جنگ برگشتم.
ماسک چسبوندنشون دردسر داره ولی خیلی خوبه. خیلی عالی. برم تو آینه بزنم بیام. انقدر ته اینا مواد ماسک میذارن اصلا. بچه بعد یا با دستتون یا با این جید رولرها اینا ماساژ بدین که جذب پوستتون شه. یه رو 20 دقیقه ممونه کارش. اینجا رو با قیچی با اینجا رو برش بزنین که اینا قشنگ بیاد رو هم، یه ذره ماسک بهتر رو صورتتون بخوابه. اینا هم که تا کنید دوباره روش. My first fan mail. Hi. Dear Dr. Amore, know that I love you.